असली वतन में जन्नतें पुरचा हजारों नेमतें, नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें, नेकबत हमूद राहत सरासर रहमतें। बुंगेज गुन अल्लाह है मेरा वानो बख्शो के नामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद के दुआ जोड़ो सरपुरजो सोबिन बैत अजीज इंगुल चारो कां वश आते बोती पिरिया में बलूचिया के अफगानिस्तान ने मिल्लिंग गोशकिंदा पश्मा शेंको ताला नबीत राजक शमागंदे मरूची बोती पिरिया मा गुनवत वाजे दारंत के मुश्मे मेहमान व ई वाजा मौलवी मोहम्मद जुम्मा इस्लामिया रंत के हमेशा बे पिरिया में बलूचिया था गुन मुश्मा हमरा किंत पिरिया में मौजू मरूची निकराही वानक जान नक्श इस्लाम पाकिन दीनो मान मकसदो बारानी बारा वास्ते उम्मीदवार तागुर सराई रिपोर्ट है हमें गिंदो को चार उगवेत वाजा इस्लामियार साहब बाज मिन्नतवार शशमा के वती कीमती वक्ता बेईदा मुकतरा बेमादात तो दमे अम्मारा मन्नत बाज शशमा मिन्नतवार साहब من هم ششما باز منتوارم و شکرگزارم که ای برنامه شما تدارو دسته تو مشما ای برنامه انشاءالله دیما برن الله شما را کامیاب داشته. मिन्नतवार शशमा साहब शाह राज दफ्तर चमशानकिया मान निकराही वानक जहानी बारवा अम्मारा सरपदी देत در رابطه او سوال مشما عرض کنم که تاریخچه مدارس دینی یعنی اگر مشما سیکنان به چون سال اخیره برا نگردید به 50 سال و 3 سال و 200 سال بلکه تاریخچه اساسی و اصلین تاریخ مدارسانی شا زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برا گردید شا وقتا مدارسان اساس گذاری بیند و بنیان گذاری بیند تاسیس بیند اولین مدرسه که به تاریخ اسلام تاسیس و بنیان گذاری بود مدرسه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شا مکه مکرمه به مدینه منوره اجرت کند و هذا 3-4 سال وزید و حکومت اسلامی تاسیس بید اذا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مدرسه را هم تاسیس کند به نام مدرسه اصحاب الصفه که کنار مسجد النبی اجرهای اتند و هذا اصحاب کراما رضی الله تعالی عنهم اجمعین کاتن به محضر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوانا نشتند و شبرکاتان و فیوزاتان الله نبیان آوان مستفید بودند و استفاده ها کردند مقصد اسلام و هدف بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن عظیم الشان بیان کن که پیامبر صلی الله علیه و سلم آتهید به انسانا تا الله آیاتنا او انسرا تلاوت کند الله مفاهیمنا آیاتنا پاوان گوشید و حکمت و دانش و علومنا پاوان گوشید اشانه ایدهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشان بیان کن ایدهد که بشما گندن شی مدرسه تا چه مردین زاگان پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا تحویل دادند اذا بشما گندن ابو هریره رضی الله تعالی عنه شدا فارغ التحصیل بیند و سبحان الله شی مکتب تحت که مجاهد آوان تعلیم دستند و فقیه صحابیان تعلیم دستند احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این مدرسه تا تعلیم دستند و ایشان یاد گرفتند و شدا هت شی مدرسه تحت که اسلام عزیزه داشتند به دنیا تبلیغ کردند و دنیا تا منتشر کردند واجه اسلامیار صاحب مقصد شئی وانک جهانی بوتنا چین تگپی بارا و ہمارا سرپدی دے ششما وشاله مقصد شا مدارس دینیه امارا که دیمترم اشاره کردن به تاریخی مدرسه تا اسلامیه و بعدم که مدارس به وجود تنت اسلام تا و تاییدم و تا هر وقت مدارس دینی یعنی مقصد و اهداف یک مقصد و اساسی این هدف است مقصد ایش که انتشار اسلام
انتشار دین اسلام، انتشار فرهنگ اسلام به دنیای تا مش ما سکنن اسلام مروچی و عمدم ترى مروچی هر وقت اسلام به طریق مدارس دینی به دنیا منتشر بید. مش ما بخش وقتش اسلام سیل کنن، بخش جهاد، بخش تعلیم و تربیه، بخش تحصیل، بخش دعوت و تبلیغ و بخش نویسندگی، هر بخش وقتی مش سیل کنن تمام ایشان برگردن به یک مرکزی و ایشان سرچشمه یک مرکز شروع بید و عام مدارس دینی هست. این مدرسانی تحت که نهضت جماعت تبلیغ شروع بید، به مدرسانی که شده جهاد شروع بید، مدارس دینی هستند که بهترین نویسنده به جهان اسلام تحویل دهند، بهترین مبلغ اسلام به دنیا تحویل دهند. و به هر حال مقصد مدارسانی کلین ایشن که آوانی که به مدارس انت درس وانند اصلاح بیند، تزکیه بیند و به قول امام ابوالحسن ندوی رحمه الله تعالی مدرسه کارخانه انسان سازن، هذا انسان جوره بیند تو شاید در بیند تو به دنیای اسلام و دنیای بشر تحویل داده بیند. اذا اینکه وقتی طالب العلم وقتی مدرسه تا اصلاح بید، تزکیه بید، علم یاتگید، عالم دین بید، فقیه بید، اذا اینکه دینا به دنیا تبلیغ کن تو تحویل دن بگیده انسانا و الله رب العزت قرآن عظیم الشان تا بمی نقطه اشاره کن و مؤمنانا متوجه امی نقطه گردنی سوره توبه تا وقتی که باس آیات جهاد کن عاد الله تعالی شی که تمام مسلمانان په جهاد اگر نرون یک فرقه شوان اداقل یک گروه بید خاصه که آوان الله شی بروند، یک محل خاصه، یک جای استاد یا باید بروند، آوان درس یاد گیرند، آوان دینا یاد گیرند، تفقه فی الدین حاصل کنند، یعنی فقیه فی الدین بیند، تمام احکامات دینا فقهیننا احکامنا دین اسلامنا آوان یاد گیرند و عالم بیند و فقیه بیند، دانشمند بیند و بعد ایشان فارغ التحصیل بیند بروند دنا و تی قومانا گیده انسانانا آوان تبلیغ کنند دینا برسینند ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آوان الله تعالی مقصد ای تعلیمات دینی الله تعالی بیان کند و ای فقهی مسائل یاد گرفتن مقصد بیان کند که مقصد شی گروهی که باید بیاهند آوان فقیه فی الدین بیان دینا یاد گیرند حاصل کنند، ایشون که بعد وقت یاد گرفتند آوان عامل بیان تو بعد بگیدرند دینا و ای فقه دینا فقه دینه بگیده انسانان بگیده مسلمانان مؤمنان آوان رسینند تو تبلیغ کنند. مش ما به می مسئله تا گندن که باشا اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین و خود صحابی هم وسط حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، حضرت عبدالله ابن مسعود، بزرگان صحابیان بزرگان آوان دینا وقتی که یاد گیرند مسائل فقهی انت تباهر علمی حاصل کنند، صحابی کما شوا مسائل فقهی نسوج کنند. واجه جان باز چشمان منت وارا صاحب نیکراهی وانک جهانی مزن صوبانی واسطه گمارا سرپدیدت باز چشما منت وارا صاحب. हमारा कि बुशमा गुश्तन कामयाबी توترین कामयाबी मदारिस دینی یعنی اوان कामयाबी بمیشید اینکه الله رب العزت به مدارسان چه عزت عنایت کند، چه شرف ایدند، آیا شی شرفه، شی عزت، شی कामयाबी بالاتر است که مسلمانان زاگ به مدارسان بیان، به دانشگاه اسلامیان بیان، درس بوانند، به پوانتونان تعلیم گیرند دینا و این دینه پرچمدار بیند و دینا حمل کنند و تی کوپاگ انسرا و بگیده انسانیت تا که تنگن دینه ای دینا برسینند تبلیغ کنند. جامعه قوام جامعه بشری و خصوصا جوامع اسلامی اگر بشما سیکنن تمامی به مدارس انسرا هستند و اگر مدارس مبیند شگوجا دینه پیشرفت بشما هگندن، شگوجا کامیابی دینه بشما هگندن، پیروزی دینه هگندن، مسلمانان پیروزی هگندن. لذا بزرگترین کامیابی
امیشن که ای الله دینا که بزرگترین دین انت قیامت اذا اصل کنن تو بگدا مردمان رسیدند. باز منتوار ششما صاحب نیکراهی وانک جاهانی بوگ مان دین و دود و ربیدگانی سرا چی اثری اشتگی؟ بزرگترین اثر مدارس دینی یعنی به هر وقت تا و هر زمانه تا امی بوده که به پناه و سیاگه این مدارسانی یا فرهنگ اسلام حفظ بودید دین حفاظت بودید در پناه مدارسانی یا انسانانی مسلمانانی ایمان عقیده اخلاق تمام زندگی اسلامی هن به پناه مدارسانی یا حفاظت بودند و این مدارس بودند که تمام خوبیان تمام مقدساتان تمام اعتقاداتان تمام اخلاقیاتان تمام خوبیای اسلام حفاظت کردند. گون امارات اسلامی آتنا افغانستان نیکراهی وانک جاهانا چون گندید بی بارو آگم مارا سرپدیدید وشاله بن ششما. بله امارات اسلامی وقتی که آت و الله تعالی ای پیروزی نصیب کو و نظام اسلامی حاکم بود به کشورتا مدارس دینیان بشما چون جنبه بسته کنن زوایا مختلفا سکنن و بعد عبارت اینکه چونین بشما سیل کنن مدارس دینیان الحمدلله بسیاگه اسلامیا و این نظام اسلامی پیشرفت جوانی نکنن دیمه هروان علت چیند علتشین که دیمتره دیمه حکومت تا خوب مسائلی هست اکثری مسائلی هست که امکان داشته بعضی ارگانش حکومت نمیگه با مدارسان مزاحمت ایجاد بوده و مدارس الحمدلله با وجود یای هم و تی زحمت و تلاشان کشیدند رو به پیشرفت اتن پیشرفت کردند بشما حدیثتان ارسال اما وقتان بشما فارغ التحصیل دوره حدیث داشتن حفاظ کلام الله مجید نداشتن قاریان قرآن عظیم الشان نداشتن به تمام مسائل انت اماراتم که وقتی که مدارس دینی الحمدلله ما مدرسه و تجاهن اما یک سری مشکلات به وجود آت و مشکلات است و علت این مشکلات با بعض مدارس دینیان ایشد که به هر حال بشما زانن که نوپاین حکومت بشما دارن نظام اسلامی امارت اسلامی وقتی آت یک نظام تبدیل بود گدا نظام آت گدا حکومت هات و وقتی که گدا چیزا انت تغییرات که گدا مسائل انت که حتما ایده هم یک تاثیرات دارید مثلا من کوچکترین ای تاثیر گوشین در رابطه با مسائل اقتصادی البته چون مشکلاتیات و مشکلات خصوصا اقتصادی روبرو بشما و بعض مشکلات هم بودن و اصلا که الله تعالی مشکلاتنا برطرف کند و شیء حتی مدارسان یک کم به اصطلاح به هر حال به تنگنای تا کبت مشکلات اقتصادی تا اما با وجود این مشکلات اقتصادی هم با وجود این مشکلات الحمدلله مدارس و تی زحمتنا و تی تلاشنا و تی کوششنا بعضم کنند و بشما گندم مدارس دینی الحمدلله با وجودی که مشکلات اقتصادی دارن با وجودی که مشکلات هستند اما علماء زحمتکشان اساتید گرامیان در سر تا سر افغانستان به تمام مدارس دینیان و مدارس دینی ام براسانیه ام گوارانیه الحمدلله فعالا مدرسه و کاران دیمه برند و امارت اسلامی الحمدلله کاری که و علمان کو و مدارس دینیان کو مدارس دینیان یک نظم و یک انضباط خاص و ویژه بخشید ارازه کاری کو که تمام یک نصاب به تمام مدارس دینیان جور کو مدارس متحد بودن دیمتر بعضی مدارس یک گوشه به هر حال یک نصابی داشتند یک نصابی داشتند نصاب تعلیمی اما نصاب سرتاسری تمام افغانستان یک نصابی جور بود الحمدلله علما متحد و به هر حال و گده که مدارس به اصطلاح بشما گوشن راجستر بودند و مدارس ثبت بودند به وزارت معارفه و توین بشما مدارس دارن گده دارن که الحمدلله اساتیدن عوام به وزارت تحصیلات عالیه به پوهنتونان علما دا شدند الحمدلله یعنی یک فضای به برکت امارت اسلامی حاکم تو یک فضایات که علما راحت نفس راحت نکشن واج اسلامی ارسه باز ششما منتوارند اگر به نیکراهی وانک جاهانی باروا دلگوشی مبیت راندا چی اثری دیستگوید اذا اثر باز توی نکلید که بشما وقت گندن که مردمان و مدارس دینیان همکار ما بیند
مدارس دینیان عموما اوانی تمام مصارف مادین که بشما گندش مردمان کمک کن انجام گیرند و حمایت توتان تو بیانت الحمدلله مدارسان وقتی که مردمان هر چقدر گشتر حمایت بیان مردمان زاگ اذا تحصیل کنند اذا درس وانند اذا عالم دین بیان اذا حافظ قرآن بیان قاری قرآن بیان علم دین یاد گیرند اذا به هر حال مسائل دین انا یاد گیرند مردمان وظیفه هند که حمایت کنند بشما پناهگاه تو مروچ اسلام مدارس دینی هستند و مدارس دینی وقت حمایت ما بیان حمایت خصوصا مالی ما بیان همکاری ما بیان معلوم داره که مدارس سقوط کنند مدارس شکارها کپان مدارس نتواند تو دیما برند وترا لذا بزرگترین حمایت مدارسانی حمایت مردمی که مردمان حمایت کنند حمایت مالی کنند و وقتا که مدارس گشتر پیشرفت کنند و مدارسان وقتی که مردمان نمگه حمایت بیان مردم وقتی به هر حال شواتی مالا شواتی لونکینانا چیزی به مدارسان دیان تمام زحمت تانا کشند معلوم دارین که مدارس اثر خاص دارند و پیشرفت خاص دارند پیشرفت کنند ان شاء الله تعالی و اگر حمایت ما بیان مدارسان شنظر پیشرفت علمیه درسیه تعلیمیه این مدارسان عقب مانند منت وارشش این نیکراهی وانگجا مسلمان و بید مسلمانان سرا چی اثر دارند؟ مدارس دینیان به غیر مسلمان سرا اثر مثبت و اثر توین دارند مزن اثر دارند اولین اثر اگر بشما سیکنن به غیر مسلمان سرا این مبلغ و این داعیان دین و این واعظان دین شم مدارس دینیان فارغ التحصیل بیند مبلغ بیند گده جا مدرسه ها جنند و ایش هستند که اسلام به غیر مسلمان رسینند علما رسینند داعیان دین رسینند جماعت تبلیغ رسینند به کشورهای کفریان که دعوت و تبلیغ دیند به هر حال شعر نظر وقتی بشما سیکنان مدارس دینیان به غیر مسلمان سرا و به غیر مسلمان سرا به یهودی سرا نصرانی یا به هر ارکه که غیر مسلمان بید اثر بسزاین دارید باز ششمان منتوارند ششمان نون بی دوره و بی اسره کجام وانگجا نیکراهی فعالیت مزن دارید یا مشهور هستید بی باره واقعا مرا سرپدیدت ششما منتوارن سر پشما خلصوار گوشن که بزرگترین ای اثر و زمان به دوره آخرین بشما گرن وتی دوره تا برمی 200 سال تا گرن بزرگترین مدرسه به آسیای تا مدرسه نیکنام دارالعلوم دیوبند دهید که الحمدلله تمام مدارس آسیا جنوب آسیا بشما سیل کنن افغانستان اگرت پاکستان ایران بنگلادش گیده تمام مدارس سرچشمه برگرده بگوجا به مادر علمیه دارالعلوم که ماسن تمام این مدرسانه به عنوان مثال دارالعلوم دیوبند اولین مدرسه این وقتا انتا بشما این دوره انتا گرن که این مدرسه زانن که چه رقم تاسیس بود یک درخته چه را اناره ملا محمود رحمه الله هذا یک شاگرد دارید به نام محمود ای نام محمود که بعدا نبی شیخ الهند هذا تربیه کرد گوجای درس شروع کرد ساختمانی و هذا مدرسه توین بزایر رازنه یک درخت انار چیرا درخته شروع کرد درس و تعلیم و ادابی که بعدا این مدرسه تاسیس بید و ایشن که مدرسه بعدا تمام مدارس قاره آسیا تا بشما بگیرن شده شروع بیان تو تاسیس بیان تو همه علما و همه مدارس و تمام کارهای دینی و فرهنگی اسلامی که انجام بگیرن الحمدلله به برکت دارالعلوم دیوبندی هستند الله تعالی بشما مدارسان حفاظت کند و شاء الله تعالی لوتن که گیشترین پیشرفت به بشما مدارس دینی عنایت فرمایید ان شاء الله واجه اسلامیار صاحب باز منتوار ششما و ششمه جوانین و وشین سرپدی داتنا خیر گندید که تا ایدا مقطره اما یاته تو تم امارا سرپدی دات اما هم ششما باز منتوارن و خوشحال وتن که رازه جالب برنامه که الحمدلله مهم برنامه هم که بشمه مردمان بشمه مدارسان شوان خوبیان شوان جوانیان شوان تاثیراتان خدماتان آگاه بیان ارازه پروگرام تاوتی پروگرام اشتد باز ششما هم تشکر کنن الله ششما راضی بید شما را کامیاب و
زندگ داشته بید انشاءالله. منتوارا ششمه سلامت بید. عزیز گندو کام باز منتوارم که تاییدم و وعده نشته تو وتی پیریان بلوچیش افغانستان ملی گوش گندو کو چارو کته پیریان به گرد سرا رستگید من پرید نوریش میں پیریان مانی پیش دارو تاندگر پیریان میں از میں موکل لوٹین اللہ شمه ساتو بید.